بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، بینندگان و شنوندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پوشیدن است که سال نو میلادی 2020 در تاجیکستان، کشور عزیز ما و شما، با حادثه های غم انگیز گرفته ماند و حبس و زندانی ها آغاز شد. این ترس و هراس افکنی ها زیاده از 3 دهه است که با شکل‌های گوناگون در کشور ادامه دارند. جنگ شهروندی، حادثه‌های سال‌های 1992، 1997، طالبان، القاعده، داعش و دولت اسلامی از یک طرف و از طرف دیگر ترس و هراس از زمستان‌های سرد، قحطی، کمبودی، آذوقه، آب، برق که شخص رحمانوف قریب در همه برآمدهای علاهیده و ملاقات‌های رسمی خود مردم را آگاه و برای آماده بودن دعوت می‌کند و مردم را در خوف و اضطراب و نگرانی نگه می‌دارد. البته مقصد از این عملکردها تنها مردم را سرگردان و تشویش نگاه داشتن و در حکومت باقی ماندن و به همین حکومتی بی‌کفایه خود ادامه دادن است، نه چیزی دیگر. زیرا اینها نشانه ناهده‌برایی و بی‌کفایتی یک رئیس جمهور و سیاست غلط مقامات و حکومت می باشد. در دیگر گوشه و کنار دنیا وقتی پیدا شدن یا که به وجود آمدن چنین حادثه ها، رئیس جمهوری، رئیسان حکومت ها و مقاماتی با کفایت و دلسوز مردم خود را اطمینان و خاطر جمع می دارند که هیچ چنین یک خوف خطری وجود ندارد و در صورت پیدا شدن چنین یک خوف خطر یا اینکه مشکلات، دولت، رئیس حکومت و همون حکومتی، البته همون حکومتی که شما انتخابش کرده اید، توان اون را دارد که اون مشکلات را برطرف کند و شما را از نگرانی رها ببخشد. این دفعه این حادثه ها به شیوه دیگر به حمله به فرهنگ و سرچشمه های معنوی، ملی، مذهبی، گرفتن و حبس کردن دانشمندان، علمای دین، دانش آموزان و از حساب آنها روزنامه‌نگاران و حقوق شناسان و کاردان‌های با تجربه ملت به دشمن و خائن تراشیدن راه اندازی شده ایستادند. من قبلا گفته بودم و حالا هم تأکید میکنم که این چیزی نو نیست برای حکومت و پیشوایش. این برنامه است از پیش گرفته شده و حالا دارد اجرا شده ایستاده است و در آینده هم خدای ناکرده این ادامه می‌یابد. این جنایت است. برای یک حکومت جنایت پیشه این یک ابزار است و این ابزار میتواند در آینده هم استفاده شود. هموطنان عزیز، در این لحظه میخواهم حقیقت و چندی از عامل‌های تأسیس یابی حزب و حرکت‌ها را بیان کنم. ولی سر اول از برادران مسلمان، از همین اخوان المسلمین و برای چی موضوع برادران مسلمان عنوان این موضوع من شد روشنی می اندازم. این 2 سبب دارد. اول اینکه حرکت برادران مسلمان، اخوان المسلمین، حرکت سیاسی و دارای خاراکتر دینی است که این پوشیده نیست. قانون درباره احزاب و حرکت سازمان‌های جمعیتی هم چنین تأسیس چنین یک حرکتی را منع نکرده است. شهروندان می توانند در یک جایگی هر حزب و سازمانی را تأسیس بدهند. در روزگاری که ما و شما به سر میبریم، حزب و حرکت‌های خاراکتر دینی داشته، چه اسلامی باشد، چه غیر اسلامی، مسیحی است، یهودی است یا بودایی و دیگر رویه های هستند، خیلی زیادند. دوم اینکه بازداشت اخیر در تاجیکستان که رخ داده ایستاده است،
عیبنامه همه بازداشت شونده ها ارتباط و علاقه آنها به این حرکت است. هموطنان عزیز، بیشتری حرکت ها، مخصوصا حرکت هایی که در کشورهای مسلمانی به وجود آمده‌اند، در برابر اصلاحات و راه های نوی معرفت ناکی و تربیتی اساس های دفاعی و حمایه از ارزش های ملی مذهبی اسلامی دارند. این گونه حرکت ها خیلی قدیمند. در تاریخ طولانی و وسیع اسلام اگر نظر بکنیم میبینیم که چنین حرکت ها با نام های مصلحان و نوآوران وجود دارند، زیرا تجدید و اصلاحات یک امر ضروری و طبیعی هر دین است. مصلحان، نوآوران سر هر عصر، خود در ابتداش، خود در میانش یا در اخیرش، به خاطر وارد کردن اصلاحاتی در دین آمده اند. این را پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خودشون هم ارشاد فرمودند. تا جایی میفرمایند ان الله یبعث لهذه الامه على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها. بیشک پروردگار برای این امت، برای امت مسلمان، سر هر 100 سال شخصی میفرستد تا برای آنها اصلاحاتی در دینشان را وارد بکند. حرکت جدیدیه بخارایان، نهضت اسلامی تاجیکستان، حرکت برادران مسلمان، همین اخوان المسلمین در مصر عربی، حزب نجات اسلامی الجزایر، حزب نهضت اسلامی تونس، جماعت اسلامی در قاره هند، جمعیت اسلامی افغانستان، حزب سعادت در ترکیه، جمعیت اصلاح در دولت‌های خلیج عربی، حزب اسلامی در دولت اردن، در مالزیا، در اندونزیا، در موریتانیا و در دیگر گوشه و کنارهای، یعنی از مملکت‌های اسلامی و عربی، از همین قبیل حرکت‌ها هستند. همه این حرکت‌ها در نظریه و منهجی فکری به هم برابرند، به هم مانندند. این شیوه فکری و منهج را صرف اخوانی نامیدن غلط است. این منهج فکری اخوانی نیست، این منهج اسلامی است. در اصل اسلام را با سیاسی و غیر سیاسی، سلفی، تبلیغی و غیره جدا کردن غلط است. اسلام همون یک دینی است که تمام پیامبران الهی از آدم علیه السلام تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به ما آمده رسیده است. حضرت ابراهیم می آید با نمرود، حاکم مطلق و یک ظالم دور، مقابل می ایستد. بت‌های ظاهری و باطنی ظلم و استبداد را و اعتقاد نادرست و غلط را میشکند. خواستار یک عدالت اجتماعی و کرامت انسانی و یک باوری درست می شود و اون را به عالم پهن می کند. حضرت یوسف، حضرت سلیمان علیهم السلام حکومت و پادشاهی عدالت گسترده می کنند و عدالت را و این نوع حکومت را در جهان معرفی می کنند، نشان می دهند. حضرت موسی با فرعون، کسی که خود را خدا اعلان میکند، خود را خدا میشمارد، مقابل میستد و مبارزه میبرد. وقتی میبیند امکانی پیروزی نیست، امکانی غلبه نیست و ایستادن بنی اسرائیل را، همین یهودی ها را در مصر همچون کمک و ادامه ظلم همین ظالم میداند، این را نمیخواهد زیر بار یوغ ظلم قرار بگیرد. بنابراین با قوم خودش مصر را ترک میکند و آزادی زیستن را به عالم نشان میدهد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم
با مشرکان قریش، اونها هم حاکم بودن، مقابل می ایستاد. مال و ملک و زندگی با رفاه رو در برابر خدای یکتا قبول نمی کند. عدالت، آزادی و برابری همه طبقه انسانی را، چی سیاه پوست است، چی سرخ پوست است، چی سفید پوست است، همه را در فضل کرامت برابر می داند. برای این هدف سفارایی می کند، صلح می کند و دفاع می کند. مگر اینها سیاست نیستند؟ یا سیاست یگان نام و اصطلاح دیگر دارد؟ و یا همین صحنه سازی های ساخته که در این گوشه و آن گوشه از مملکت های مسلمانی برای بدنام کردن اسلام و چهره مسلمان ها ساخته شده اند، میکشند، میسوزند، خرابکاری میکنند. همین ها سیاستند. اصلاحات برای خود مشکلات دارد، مثل که پیغمبران الهی در رسانیدن رسالت پروردگار خود مشکلات داشتند. ولی اینجا مجال بحث آن نیست. تنها اینجا من به یک نقطه اشاره کردنیم که از نظر من هم حقیقت است و هم واقعیت. اون نقطه این است که بین همه حرکت هایی که برای اصلاحات هست، بین مؤسسان حرکت جدیدیه در بخارا، محمود خواجه، بهبودی، عبدالقادر شکوری، منور قاری، استاد صدرالدین عینی، میرزا سراج حکیم، عبدالقادر محدینو و بین حسن البنای مصری، استاد راشد غنوشی تونسی، ابو علای مودودی پاکستانی، استاد سید عبدالله نوری تاجیکستانی و پروفسور استاد برهان الدین ربانی افغانستانی هیچ فرقی وجود ندارد. این فرق گذاری ها سیاسی هستند از طرف دولتداران که با برخی از این شخصیت ها خود بینند و برخی دیگرشون را تروریست و اکستریمیست و دهشتگرا و خطر برای امنیت دولت و ملت میدونند. این نامگذاری ها یا این فرق گذاری ها از طرف دولتداران است. حالا سوالی من مطرح برای دانشمندان و روشنفکران محترم که ملت و تن خود را دوست می‌دارند، آزادی و عدالت را می‌خواهند و در جستجوی آن هستند، آیا شما بین سید عبدالله نوری و احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان که از دید قومی دو تاجیکند، فرقی می‌بینید؟ آیا بین دو شخصیتی که در زبان، قوم، ملت، منهج و شیوه فکری، البته منهج و شیوه مانند به اخوانی، یا اینکه منهج و شیوه فکری اخوانی که مانند به منهج فکری اینها هست، یعنی منهج اسلامی مسلمانی یکن و مدت زیاد پهلوی هم برای خاتمه دادن جنگ داخلی تاجیکستان سعی تلاش کردن، فرقی پیدا کرده میتوانید؟ مشکل است. به خدا قسم من مشکل میبینم که فرقی وجود داشته باشد. بعد اصطلاح انگلیسی، روسی و اروپایی وقت که قلمرو پهناوری مسلمان ها را اشغال و استعمار نمودند، به دیگرگون کردن و مانع ایجاد کردن به آیین و فرهنگ ملت ها دست زدند، و مردم و آیین اعتقادی آنها تحقیر کردند و مردم را استعباد و بنده قرار دادند. این حرکت های اصلاحات ها مجبور شدند برای خود رنگ دیگر ساخت و بستی سیاسی و حزبی بگیرند و علاوه بر همون اصلاحات و نوآوری هایی که دارند، مبارزه با فرهنگی بیگانه را به راه بمانند. هموطنان عزیز، حرکت جدیدیه از حرکت هایی هست که
دانشمندان و دانشجویان بخصوص جوان بخاراییان به هدف تطبیق اصولهای نو معرفتناکی و جمعیتی، اصلاحات دینداری که از راههای غلط وارد اعتقاد مسلمانان شده بودند و مسلمان ها همچون اسلام اونها را قبول داشتند، برخواستند این حرکت را پایه‌گذاری کردند و به انا همون خرافات های دینی، ظلم و حقوق پایمال شوی ها مبارزه نمودند. من با صراحت میگویم این حرکت پیش از دیگر حرکت هایی که در بالا ذکر شو رفت پایه‌گذاری شدگی است. ما بارها در کنفرانس ها و دیداربینی ها با نمایندگان همین اخوانی ها و دیگر حرکت های اصلاحات های اسلامی با یک افتخار می گفتیم که حرکت اصلاحات های اسلامی در بلاد ماوراء النهر، بخارا و تاجیکستان امروزه از خیلی پیش از شماها پایه‌گذاری شده است. حزب نهضت اسلامی شوروی، حالا من شوروی میگویم چون که در دهه 70 عصر گذشته با نام نهضت جوانان اسلامی تاجیکستان تأسیس یافته است. این حرکت ادامه همون حرکت جدیدیه در بخارا است. در ابتدا همین حرکت هم صرف یک حرکت جوانان بود و از آغاز تأسیسش برنامه یک پارچه سازی جوانان را، همون دانش آموزان اسلامی را که در حجره ها نزد داملاها درس می گرفتن و ترتیب و یعنی جاری کردن ترتیب و برنامه های اصول نوی درسی، این چنین مبارزه با خرافاتی که به اسلام وارد شده بود از قبیل زیارت قبرها، زیارت نادرست البته، خب 20 40 صرف و خرج های زیادتی که مردم به اعتقاد دین اونها را انجام میدادند و حکومت جمهوری تاجیکستان هم اخیراً با سازمان دادن کمیته تنظیم و عنعنه های دینی اونها را منع کرده ایستاده است. این همین هدف را داشت. بعدها، چرا بعدها میگویم؟ چون شکی نیست که ما تاجیکان از خیلی پیش دولت خود را داشتیم، ولی تاجیکستان با همین نام همچون دولت نه چندان عمری طولانی دارد. تاجیکستان هم عصری گذشته، یعنی میانه های دهه 20 جدا از پایتخت و شهرهای بزرگ و مرکزهای علمی و صنعتیش بخارا، سمرقند، دهینه و شهرسبز و خوقند در محل خود، در یک محل خود با مساحت کمی از زمین که اون هم با اکثریتش کوهستانی است از نو بنا شده است. تمام کتاب ها، تمام آثار علمی و تاریخی گذشتگانش یا همراه با پایتخت و شهرهای بزرگ و صاحب تمدنش و دیگران ماندن و یا به روسیه انتقال داده شدن و تا خیلی وقتها هم در مرکزهای محافظتی استفاده از آنها منع قرار داده شده بود. شخصانی هم که در پرسجوی هویت خویش شدند و از پی آثار و ذخیره های معنوی علمی خود قدم برداشتند، خائن، حالا چی پوشیده است، پنترکیست و مخالف دولت شوروی اعلان شدند، مثل که یک عده مردم با ادعای برقراری حکومت کنستیتوسیونی مقابل به استقلالیت کشور شده بودند، مقابل به آزادی کشور شده بودند، یا محکوم شدند یا اعدام شدند و حبس گرفته شدند یا اینکه به سیبریا تبعید شدند.
هموطنان عزیز، وقتی از پایتختی از دست رفته شهرهای بزرگ پیشرفته و زمینهایی که به دیگران موندن سخن میکنم، من کدام غرضی بد و یا کاشتن کدام کینه و عداوت قومی را با کدام کشوری ندارم. این حکایت از یک حقیقت تلخی است که تمام مردان، شاعران و نویسندگان و تاریخ نگاران ما آن را گفتند. حتی مطربان و نوازندگان به خود و به خود با دیده های نم و گریان و دل های سوزان آن را می سرایند و می نوازند. حالا این را هم باید بگویم که رحمانوف با منع نهضت، حرکت ملی مذهبی، خیانت بزرگی به ملت و وطن کرده است. زیرا تأسیس نهضت جوانان اسلامی تاجیکستان صرف به خاطر استقلال کشور، منفعت‌های ملی و مقابله با فرهنگ بیگانه و به خاطر سربلندی مردم شریف تاجیکستان بود. بله، بعد دسترسی پیدا شدن به ادبیات پیشین معاصر خود و مطالعه آثار علمی و میراث‌های گرانبهای آنها و پی بردن به تهاجم فرهنگی بیگانه و بعد اینکه برملا شد یک تحریف زبان وجود دارد، مانعه ها برای مراسم های ملی مذهبی وجود دارد، برنامه نهضت نو تأسیس هم رنگ دیگر گرفت. درس‌های خودشناسی و خویشتن‌داری احیا شد. در همون حجره ها، در پیش همون دامنه ها از ایجادیاتی نویسندگان، ادیبان زمان خود درس جاری کرده شد. از ایجادیاتی شادروان استاد مؤمن قناعت، از تاجیکان باباجان غفوروف، هر چیزی که باشد نباشد، از اشعار بازار صابر، هر چی او از مال دنیا داشت داد، اینها در درس‌ها، در برنامه درسی جاری کرده شد. پس از مداخله نظامی شوروی به دولت همسایه و اسلامی افغانستان که از اونجا انتقال جسد سربازان شروع شد و این جسدها به اینکه پدر و مادرشون اجازت دیدن رو داشته باشند گرانیده می شدن، تغییرات کلی در برنامه نهضت وارد کرده شد. رعایت نشدن برابری کادری، رعایت نکردن برابر زیستی، حتی در وقت ادای خدمت سربازی که جوانهای غیر روسی با کارهای ساختمانی و کارهای از لحاظ درجه خدمتی پست سفربر کرده می شدند، اینها عامل‌هایی بودند که سمت فعالیت حرکت جوانان رو به سیاسی شدن تله دادند. می توانم بگویم یک مقاله از طرف یکی از مؤسسان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، قلندر صدرالدینوف، مرحوم حاجی قلندر صدرالدین، که مداخله نظامی شوروی را به افغانستان محکوم کرد، آغاز فعالیت سیاسی نهضت بود. این مقاله به عنوان من مخالف کشته شدن تاجیک بچه ها در افغانستانم در گزیته کمسمال تاجیکستان سال 1984 به چاپ رسید. این مقاله همزمان با آن که به مؤلفش پیامدهای خیلی وزنین داشت، وجود یک سازمان علمی، فرهنگی، دینی و محلی تشکل یافته سیاسی را افشا کرد. این بود که مقامات وقت، مقامات کرملین در جستجو و به حبس گرفتن شخصان کلیدی و اعضایان مؤثری نهضت شدند.
حبس و بازداشت نهضتی که از لحاظ ساختار قوی شده بود مانع نشد، زیرا از تأسیس نهضت بیش از 12-13 سال میگذشت. مدیریت و زیرساختارهای آن پره به تنظیم درآمدگی بودند و تنها همین باقی مانده بود که در همون سرقانون اتحاد شوروی یک تغییرات وارد کرده شود و از وجود چنین یک حرکت اعلان شود. دستگاه تبلیغاتی حزب کمونیستی وقتی این را درک کرد شروع کرد به بدنام کردن نهضت جوانان با نام‌های ساخته و معنی‌های بافته، هر چیزی که می‌خواست دیگه به اون می‌چسباند. اداره دینی مسلمانان آن وقته در پخش کردن همین اتهام‌ها و همین تهمت‌ها بسیار یک رول مهم را انجام میداد. از منبرهای مسجد امام خطیبان درباری تبلیغات بر دروغ می‌بردند. وهابی میگفتند اینها با عربستان سعودی رابطه دارند، حالا میگویند خواجگان خارجی دارند. سلفیان میگفتند از مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه برآمده‌اند و حالا باشد میگویند که شیعه شده‌اند و باز چندین تهمت‌های دیگر به خاطر بدنام کردن حرکت اصلاحات خواه جوان که در اصل نهضت اسلامی است. خواهران و برادران عزیز، این نکته را از آن جهت یادآوری کردم که بدانیم این نام ها و این معنی ها بر دروغند برای این حرکت ها. این نسبت دادن ها هیچ حقیقتی ندارند و این حزب حرکت ها همشون همان نوآورانند، همان اصلاحات خواهانی هستند که به تروریستی و اکستریمیستی هیچ ربطی ندارند. این نام ها و نسبت دهی ها دروغند، تهمتند و سیاسی اند، تنها با غرض پست سیاسی. اینها از طرف مقامات خلافکار و جنایت پیشه برای پیشگیری افشای حقیقت و پیشگیری از برداشته شدن همون پرده از بالای همون خلافکاری هاشو هست تا بتوانند در قدرت در همون خلافکاریشو باقی بمونند. بنابر همین این تهمت ها رو میزنند تا مردم را گول بزنند، به جان هم بیاندازند، تا کسی از اونها نپرسد که اونها چگونه حکومت کردنی هستند. شاهیگری مطلق یا رئیس جمهوری یا مست و مخمور بگویند تاجیکستان از منی و کسی حق نداشته باشد بگوید که تاجیکستان مال ما هم هست، کشور ما هم هست، از ما هم هست، و نگذارند که کسی بگوید که این لافی وطنداری هایی که شما میزنید در اصل به گفتار است یا اینکه به کردار. هموطنان عزیز، وقتی میبینیم حبس و زندان کنی ها به نهضتی بودن و به ملا بودن خاتمه نمی‌یابد. استاد، معلم، یک حقوق شناس، یک نویسنده و روزنامه نگاران به خاطر آزادی اندیشه حبس میشوند. واقعا جای نگرانی است، این عیب است و جای اضطراب و تشویش هم هست. وقتی میبینی یک روزنامه نگار، حالا همین دلیر شریپوف، صرف به خاطر آنکه مسلمان است رساله، مقاله یا کتاب تألیف کرده است، در آن از پیامبری که او پیرو همون پیامبر است آورده است، طرفداری کرده است، جنایتکار حسابیده می شود، به حبس انداخته می شود. شما را به خدا قسم، آخر این دلیر چی جنایتی صادر کرده است؟ باید درباره لنین یا استالین می نویست. دلیر که اتئیست نیست، یک مسلمان است. وقتی که یک روزنامه نگار
به خاطر آزادی اندیشش حبس کرده می شود، پس آزادی اندیشه در خطر است. همه آزاد اندیشان در خطرند. وقتی می بینی یک وکیل دفاع از حق یک مظلوم یا که از حقوق یک سازمان دفاع میکند، متهم حسابیده می شود و به مهلت طولانی زندانی می شود. این شرمندگی است به خدا. وقتی یک تاجر، یک صاحبکار آزاد نیست، در مالش، در تجارتش طمع می شود، حقوقهای تجارتیش پایمال می شود، به جیبش دست درازی می شود، با همه فایده های به حساب دولت وارد میکند، چون به یک گروه وابسته نیست، فایدهش به یک طایفه نمی رسد، تجارتش بازداشت می شود، خودش زندانی می شود، مال و داراییش تاراج می شود، زن و فرزندانش، نزدیکانش سرسام و سرگردان می شود. این غارتگری است، این دزدی است. وقتی یک کارخانه با همه درآمدهایی که به بودجه دولت وارد میکند، تنها به خاطر که به یک گروه تعلق ندارد، از فعالیت باز داشته می شود. وقتی 10 کارخانه با وجودی زیان و خسارت های هنگفت مادام به یک گروه یا یک طایفه وابسته اند، از باج و انداز آزاد کرده می شوند. این تاراج کردن و از بین بردن اموال دولتی است. این وطن فروشی است و قانون پایمال کنی است. وقتی یک سرباز در جای خدمت خودش لت کوب می شود، شکنجه می شود، به قتل رسانیده می شود، وقتی یک پدر و مادر انگیزه فرزند خود را به خدمت مادر وطن روان کردنی ندارند، این شرمندگی است. وقتی یک افسر آزاد سخن کردن نمیتواند، یک ناظری را آزاد وظیفه خود را از دست فرزندان وزرا و مدرا نمیتواند انجام بدهد، در رویش تفنگچه میکشند، به بالای سرش تیر خوری میکنند، این قانون پایمال کنی است. وقتی یک بیگناه پشتیبان ندارد، تهمت می شود، به ظلم زندانی می شود، باز در زندان شکنجه می شود، کشته می شود. این چی است؟ وقتی می بینی یک جنایتکاری که از حساب دزدی اموال دولتی صاحب دیپلم، منصب، خانه های با حشمت، ماشین های با دبدبه است، تنها به خاطر جوان بودن و به خاطر در کمنده نزدیکان یک گروه بودن عفو می شود، از جزا آزاد کرده می شود. این خیشتبازی است. این محلچگی نیست. این دولت ویران کنی نیست. وقتی که می بینی اونقدر زیادن این نابرابری ها و ناعدالتی ها که در حساب جا نمیگیرن، وقتی همه این حالت ها رو می بینی، باید چی بگویی؟ باید چی کار بکنی؟ هموطنان عزیز، من گفتنیم این حکومت غیر مردمی و برعکس بر علیه مردمی خود است. حکومت داران حاضره تاجیکستان جنایتکاران هستند که دزد و اوباش زیادی را گرد خودشو جمع کردند و خون ملت و وطن را جفیده گرفته ایستادند. گفتنیم که بقای آنها در حکومت نابودی ملت و از بین رفتن کشور است. من گفتنیم دانشمندان، استادان، ادیبان و نویسندگان، حقوقدانها و تمام مردم شریف تاجیکستان، تمام سالم فکران جامعه، وقتی آن است که گرد هم بیایند، جمع بشوند، در فکر ملت و کشور باشند تا دیر نشده است دست خائنان ملت و وطن را کدامی که نباشند از خیانت و از حقوق و
آزادی های مردم که پایمال شده اند نگه بدارند. ظلم به حد اعلاش رسیدگی است. خطهای سرخ کیها طی شده اند. استقلال کشور، آزادی مردم، عدالت اجتماعی در خطر است. منفعت های کشور دیده شده ایستادن، از بین برده شده ایستادن. منفعت های خصوصی، مذهبی، حزبی یک سو مانده شود. باید منفعت های ملی، منفعت های ملت و وطن بالاتر از همه اینها میایستد. باید بالاتر از همه اینها باشد. همینجا من صحبت خود را خاتمه میدهم. درازا هم شد، بخشش میخواهم، ولی اینها همون دردها و علمها و همون حقیقت های تلخی هستند که باید گفته شوند. انشاءالله که در صحبت های بعدی از نویدهای خوب و مژده های خوش انشاءالله میگوییم. در امان الله پاک تا صحبت های بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.